سیاوش یکی از اسامی اصیل ایرانی با ریشه فارسی هست و به معنی اسب سیاه نره. یکی از شخصیت‌های شاهنامه به نام پسر کیکاووس، پادشاه کیانی و پدر کیخسرو پادشاه کیانی هم بوده. سیاوش در شاهنامه نماد پاکیه، نماد نجابته، نماد زیرکی و شجاعت هست و نماد جوانمردی. کیکاووس پادشاه وقت پدر سیاوش بوده. یه روز 3 از شوالیه های ایران، گیو و طوس و گودرز، به جنگل میرن برای شکار. اونجا یه خانومی رو میبینن که اسمش سودابه بوده. طوس و گیو عاشق اون زن زیبا میشن چون بسیار زیبا بوده. و تو اون حین که دوتاشون قصد ازدواج به این داشتن و میگفتن که ما انقدر عاشق تو شدیم که میخوایم با تو ازدواج کنیم، کیکاووس پادشاه از راه میرسه، حالا با با سپاهی، با لشکرش هم کسانی که دور برش بودن، میبینه که این کنیز خیلی زیبا است. میگه این به درد شما نمیخوره، این باید بیاد و توی قصر زندگی کنه. با خودش میبرتش و باهاش ازدواج میکنه. تو همون حین میشنوه که پسری گیرش اومده، اسمشو میذاره سیاوش. و رستم میشنوه که کیکاووس پسر گیرش اومده و اسمشو گذاشته سیاوش. چون که نتونسته بوده کاری برای سهراب بچه خودش انجام بده، میاد و این پسر رو میبره و تربیت میکنه و بزرگ میکنه، شجاعش میکنه، جنگاورش میکنه. بعد برمیگردن به قصر. وقتی برمیگردن به قصر، خیلی زیبا و خوش‌اندام شده بوده و خیلی جذاب شده بوده. سودابه زن پادشاه عاشقش میشه و هر کار میکنه که بخواد ارتباط برقرار کنه با سیاوش بهش محل نمیذاره و این باعث میشه که سودابه تله درست کنه براش، تله بذاره و بگه که به من نظر داره. خب به هر حال پادشاه میگه من باید سیاوش رو امتحان کنم. به سیاوش میگه باید با اسبت از روی آتش رد بشی. اگر بیگناه باشی هیچ مشکلی برات پیش نمیاد، اگه گناهکار باشی نه. خب به هر حال از روی آتش رد میشه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و سالم میمونه. میگه میبخشم تو رو، مشکلی نداره و میره سراغ سودابه که سودابه رو تنبیه کنه و از بین ببردش دیگه. وقتی میره سراغ اون، سیاوش بهش میگه من بخشیدمش، تو هم ببخشش، شما هم ببخشش و لطفاً اجازه بده زنده بمونه، من از این قصر میرم. خب به هر حال پادشاه هم که عاشق زنش بوده خوشحال میشه و سودابه رو میبخشه. این داستان ادامه داره، اما در کل تا همینجا هست برای اسم سیاوش و من اینو خواستم براتون تعریف کنم و انشالله که دوست داشته باشین و از این داستان لذت برده باشین. اسم سیاوش یک اسم اصیل ایرانی هست و به نظر من خیلی اسم با مسما و خوبی است. امیدوارم که حس و حال خوبی داشته باشیم با این داستان و این نقاشی از اسم سیاوش و شب خوبی رو در پیش رو داشته باشیم.